نخود خیس خورده رو با سیر، پیاز و جعفری داخل مخلوط کن میکس میکنیم. این مواد رو با آرد نخودچی، ادویه‌ها، نمک، بیکینگ پودر و تخم مرغ کاملا مخلوط میکنیم و حداقل 1 ساعت داخل یخچال میذاریم. فلافل ها رو با قالب یا با دست درست میکنیم و در روغن داغ به مدت 10 دقیقه دو طرف آن رو سرخ میکنیم.